سلام دوباره بچه ها. دوباره براتون اومدم که پروژه جدید رو هم دیگه بسازیم. این دفعه این پروژه ما تموم شد، یه پروژه جدید میسازیم به نام آتو. این دفعه صبر میکنیم که باز شه. حالا وقتی رفتیم توش بهتون میگم چه. نظر من اینه که به نظرتون چطوری یه ماشین حساب بسازیم؟ فکر کنم به نظرتون سخت باشه، ولی اصلا سخت نیست. یکم تغییرات نیازه و دیگه این یکم وقت میبره. اگه خسته شدین وسط فیلم یه استراحتی بکنید، آبی بخورین، بعدش هم دوباره میتونین ادامهشو بنویسین یا بخش بکنید. حالا اینجا اول از همه ما باید تو پروژکت پروپرتیز بیایم تمش رو کلاسیک ببریم. برای اینکه راحت تر باشیم میایم یه کاری میکنیم، شو استاتوس بار نه، تایتل ویسیبل رو حذف میکنیم. ببینید این نوار این توسی هست، این رو حذف میکنیم. حالا اینجا یه کاری میکنیم، میایم مثلا دکمه های عددی رو بذاریم. به نظرتون اینطوری؟ به نظر من اگه که بخواین راحت تر باشین هی دکمه نذاریم برای عدد و اینا، یه کاری کنیم. ما یه چیزی تو اپیمنتور داریم به نام تکست باکس. این تو کاربر میتونه بنویسه. حالا توی همین تو قسمت هاینتش میتونیم بنویسیم write a number، یعنی عدد بنویس. 3 تا نقطه جلوش بذاریم، واقعی به نظر بود. حالا اینجا کار دیگه هم میتونیم بکنیم، مثلا دکمه های به علاوه اینا بذاریم. اینا به علاوه و اینا خوبه، اینا رو گذاشت. حالا برای اینکه این 4 تا دکمه‌ای که میخوایم بذاریم قاطی نشه، تو همین باتمینگ که وقتی کلیک کردیم رینیم رو میزنیم، اسم اینو میذاریم به علاوه دیگه. حالا میگه اینطوری نمیتونه بشه، میذاریم اد، یعنی اضافه کردن. حالا ما نمیتونیم اینو جلوش بذاریم، بالاش میاد یا پایینش. چیکار کنیم به نظرتون؟ خب شما هنوز بلد نیستین، پس باید بهتون یاد بدم. تو اینجا یه دونه تیبل ارجمنت میخوایم، بعدش هم به علاوه رو میذاریم توش. حالا چیکار کنیم؟ ببینید توی تیبل ارجمنت میشه تو کلومز، ما باید 4 تا بکنیم و بعدش هم رمز رو 1 بکنیم. رمز در واقع ارز هستش، یه دونه دکمه. کلومز هم که یعنی در واقع ستون، که نه در واقع طولش. حالا اینجوری هم میذاریم منها رو به نظرتون چی بذاریم؟ من که اسمشون میذارم اد، یکیش مثلا میشه not add، یعنی برعکسش دیگه. not add خب میتونه یا ضرب باشه یا تقسیم، نمیشه فهمید. اسم اینم میذارم تقسیم. واقعا دیگه چیزی نمیدونم، یه خطه متاسفانه اینجا نداریم. واقعا تقسیم و ضربم که اگه بخوایم واقعی بذاریم x میذاریم، ولی من همین x خوبه، بلش کنیم. هم اسمش میذاریم x دیگه، راحت. خب حالا فعلا کد نویسی نه، هنوز طرح و ظاهرش مونده. اگه که میخواین اینو اضافه کنین یا نه، کلون رو 5 کنید، یه دکمه بذارین، بیان ممیز بذارین. راحت هست، ولی فکر کنم براتون سخت. خب حالا بریم سراغ درست کردن. اینم تیبل، این همون لیبلی که اول خواستم بهتون بگم. لیبلم که یعنی نوشته دیگه، اینجا توی نوشتهش رو عوض کنیم. فعلا میذاریم منصر. حالا بریم سراغ کدها. دیزاین تموم شد. حالا صبر کنیم، یه چیز رو یادمون رفت. کی میدونه؟ هیچکی؟ بهتر خودم میدونم. یه کاریه که باید انجام بدیم. کلوم
میکنیم 6. اگه که 4 تا کلونز داریم میکنینش 5. اگه معایزه نخواستیم بذاریم چیکار کنیم؟ مساوی بذاریم، راحت مساوی. ای بابا انسر که ای بابا انسر 2 چقدر گیر میده. اینم که معایده میشه ما رو روانی کردم. اپین ممیز باحال نوشتم که باحال شد. حالا زیاد استفاده نمی کردم. حالا اینجا میذاریم وقتی که به علاوه کلیک شد اول باید یه کاری کنه. اگه گفتیم 2 تا وریبل میاریم، یکیش نامبر 1 یکیش هم نامبر 2. حالا اینا رو توی قسمت مپ هر دوتاشون میذاریم 0 دیگه. فعلا معلوم نیست، فعلا ادونه. حالا ست تکست اینو میذاره نامبر 1 و بعدش هم کل عددهایی که توی تکست باکس نوشتیم و میاد حذف میکنه. واقعی میشه دیگه. نمیخواد حالا 2 تا تکست باکس داشته باشیم که برای عدد اول و عدد دوم راحت. حالا فعلا باید برای همین این کارو بکنیم، ولی اول از همه وقتی که کلیک شد بعدش هم حالا یه چیز مهم هست که باید انجام بدیم. فعلا بعد اینو درست میکنیم. مساوی کن. انسر 2 زنیم تو انسر 2 که مساوی هستش. اول از همه یا تکست باکس وان تکس رو ببره رو نامبر 2. بعدش هم تکست باکسش هیچی روش ننویسه. و حالا یه چیز دیگه هم میخوایم. اگه گفتیم عملیات حالا به علاوه از منهای اینا، حالا بعدم میفهمیم چرا اسمش رو میذارم ورک، یعنی چه کاری انجام دادم. اینو فعلا میذاریم هیچی دیگه. خب حالا اگه که حالا مونده یادمون رفت بگیم. حالا اینجا باید بذاریم ست ورک تو چی؟ به علاوه است دیگه. بذاریم به علاوه. حالا بریم سراغ بقیه. فعلا وقتی که حالا انسر تو که نه ممیز این عملیات نیست. حالا فعلا ممیز میذاریم. فعلا نمیگم چجوری. این not add تقسیم ضرب ایکس. حالا یه دونه ایف الز میخوام چیکار کنیم. یا این ایف رو روی علامت اینش کلیک کنیم یه الز میاریم، یا خود ایف الز رو برمیداریم. اینجا اگه که عملیات ما مساویه، حالا مثلا به علاوه بود، حالا چی مساوی شد؟ ورکمون بیاد لیبل 1 و لیبل 1 تکس رو ببره روی نامبر 1 به علاوه 2. نامبر 1 به علاوه نامبر 2. بقیه‌شو بعدا میگم. خداحافظ بچه‌ها، خسته نباشین.